امروز قرار بفهمیم که غذای تهران بهتره یا غذای رشت. 100% رشت. و چه کسی بهتر از حامی کیم به عنوان مدافع حقوق رشتی‌ها. حاجی من یه سوال دارم. مگه تهرانی‌ها غذا دارن؟ می‌بینید تو تهران احساس می‌کنم غذای کره‌ای بیشتر خورده میشه تا غذای خود تهرانی. شما هم که انا رو می‌کنید تو هر چی اسم جدید می‌ذارید روش. غذا امروزی که می‌خوای بخوری و انا رو کردن تو فسنجون، گفتن چیکار کنیم اسمشو بذاریم انا رو کردیم تو فسنجون. آره. اول اصلا فسنجون درست فسنجانه که اونم از گیلان اومده. اینو بریم تحقیق کنیم بچه‌ها. بریم سر ویدیو. بعد از ساعت‌های متوالی کلنجار با وی پی اس با جی پی اس با وی پی اس یه دفعه بریم تو انگلیس. با وی پی اس بریم مکدونالد. بالاخره تونستیم با بدبختی بریم اوه نتم بس شد. ایران. میتونم مسیر خونمو پیدا کنم. قرار نیست گوشتایی بمیریم امشب. خدای شکرت. قراره چی بخوری؟ انار بیج. انار بیج. من نمیفهم. من اگه بخوام غذای انار بیج بخورم تو شهر خودم میخورم. نه یه تهرانی که داره ازش در میاره. و اگه بخوای غذای گیلانی واقعی تست کنی و پاشی بری رشت. میام اول یه بازی از غذای تهران. مردم تهران کاملا عشق منن. بابا نپال. گوش کن. ولی باید قبول کنن غذای گیلانی چه چیزی است. داداش همه سیر غذای گیلانی. سیر خوبه. داداش بعضیا بعدشون میاد. من خودم مشکل ندارم. سیر خوری؟ بزن زیرش. تهرانی جماعت دیگه. از نظر شما خارجی هم اینه. برای جون ما چه فکر می‌کنی من هیتر مردم تهرانم؟ یه همچین شایعه در مورد من پخش کرده. یعنی الان می‌خوام بگم من تو زیر زمینم چند تا تهرانی و بسته اینا نداری؟ نه لطفاً پلیسا رو نگو زیر زمین خونه منو بگردن. من اونجا هیچ آدمی نکشتم. اوکی ما چرا داریم در مورد مردم تهران شوخی می‌کنیم؟ 20 میلیون اون میخوره به جا نیست. ببین آدم باید دلش پاک باشه. آدم نباید دیدش سیاه باشه. من که دیدم مال تو رو سیاهه. اگه تو دولتو نمیذاری من ببینم من پیاده نیشم اصلا. دلتو. الان میریم به انار بیچ میرسیم. انار بیچ یعنی کسی که بک انار. بک انار انقدر عاشق اناری که بک اناره. حاجی یه چیزی در مورد پلاک جلو بهت بگم. 5 تا 5 داره این پلاک و 2 3 رو جمع بزنی میشه 5. داریم میریم تو پارکینگ. اصلا کل این ویدیو داشت یه دروغ بود. میخوام برم یه جای خلوت ماچت کنم. به تایم نزدیک میشیم که من قراره به حامی بگم ببخشید داداش کارتامو جا گذاشتم تو بعد حساب کن. واقعا ببخشید داداش من بعد برم رشت. اول حامی آوردم پلاتینیو فکر کردم اینجا. بعد از اینکه 8 طبقه گشتیم فهمیدم مثلا اینجا نیست بغلشه. جایی که داره منو میبره الان به عنوان که مثلا میخواد مهمون کنه خودش هم نمیدونه چیه. داداش من غذاهای عادی میخورم مثل کوبیده جوجه فلان. نمیدونم کجا انار بیچ داره. آقا حامی آوردمت کجا؟ بابا خفش و زور به من گفته ناهار نخور. ساعت چنده الان؟ هفته بعد از ظهر. تازه سر روزه. سر روز کجا؟ کانادا. آریا که اکسین بیدار شده. خوبه دیگه صبحونه باید میدادم به اون. آخ جون نور روشن شد. سلام خسته نباشید. یه انار بیج اگه میشه. یه انار بیج. اشپل خوردی؟ خیلی بد مزه است فکر کنم. آخ تو سرت نخوردی؟ نه. آقا یه اشپل هم برای ما میتونی بزنی. خیلی بد. داداش تو میگم مزه رستوران کونه ما گیلانی داری میگه اشپل برای من نظرشه. رشتیم. آره من رشتیم. آقا اشپل زندگیه خب داداش. پس یه دونه بگیر ببینم یه میگه اشپل خوبه یا برای ما نه. این. مرسی. آجی گفت 5 دقیقه غذا رو میاره. 5 دقیقه بیاره پشمام میریزه. خورش آماده استی. آره البته خورش آماده است. میکشم میاره. داداش اشپل کی گفته بد مزه است؟ اشپل مگه مزه ماهی خام نمیده. خب این همه میرین چسکلاسی مثلا من سوشی هم دوست ندارم. برو بابا. بچه‌ها اگر کبابو دارید بدون اشپل می‌خورید شما دارین زندگیتون رو هدر میدید. اشپل ول کنم گردو. تخم ماهی بریزم. خیلی بهم برخورد. گارسون رستوران گیلانی میگه اشپل بد مزه است. نظرشو نه دارم. نه گارسون رستوران گیلانی میگه اشپل نه داداش نباید اینجوری باشه. گفتش تخم ماهی رو دوست ندارم بخورم. تو تخم من دوست داری بخوری؟ پرشه رو ببین. آجی یارو شبیه علی زودیا که اگه درسش رو ادامه میداد. یالا قربان. برام من یه لقمه بگیرم. اشپلش خوب نیست آجی. میخوای بدی به من دیگه. تک دستی دارم برات لقمه میگیرم. اینقدر بیشوری. بابا چنگالو ولش کن. دست گردو اشپل گردو یه باقالا هم برو روش. خیلی عجیبه. بهتر از انتظارات هم بود. فکر کردم یه فاجعه وحشتناک قرار باشه. بچه اشپل واقعا اینجوری خیلی برداشتی. این مثلا برای شمالی پرو مکس اون حد. نظرت چیه؟ این پیش غذای ما. این مزه کنار غذای ما. افتر تیست داره. بعدش یه مزه‌ای میده که حال میده. تهش که میرسه فقط دوست داری شرش خلاص. من عاشق اشپلم. وای نه واقعا اون برای شمالی پرو مکسه. نه خیلی تو ماچ بود. خیلی بد بود. تروماتایز شدم. الان میفهمم چرا یه بچه‌ای که تو شمال به دنیا میاد یا کشتیگیر میشه یا ورزشکار میشه بخاطر اینکه از تروماهای اشبال فرار کنه. حاجی دوغو بعد اشبال بخوری تلخ میشه. اوه چرا اینجوریه؟ خیلی خفنه، خیلی مقویه. خیلی چیزا مقویه.
یهو انگار کف دریا رو میخوری. ببین کف دریا با یه افتر تیست سنگین، مثلا ماهیه داره دنبالت میدوه میخواد چونت بذاره. این باقالی هم کلا افتر تیست زیاد دارن، میخوریش تموم نمیشه، وقتی قورت میدی تازه شروع میشه. لحظه موعود، قرار لحظه موعود رسید، بیا رخ غذا رو بگیر. اوه 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 اشبلم ببین خیلی بهتر از تصوراتم بود. وای خیلی خوبه، خیلی خوبه. بچه‌ها ارنبیج یه ذره ملسه. ملسه اینم دیگه. شیرینی میزنه. یه ذره با ذائقه تهرانی ها اومدن اوکیش کنن دیگه. ببین فسنجون و سطحی چی میزنه؟ چرا انقدر آندرریتده؟ چرا کسی راجع به اناربیج صحبت نمیکنه؟ نمیدونم. من اصلا یه چیز بگم، به عنوان یوتیوبر میخوام تبلیغات برای غذای گیلانی شروع کنم. اناربیج بخورید. وای ویلا، وای خیلی خوبه اناربیج. من بیچ اناربیجم. داش این مشتیه، زن رشتیه. زن خودت نشیه. هستی. من نمیخوری؟ بخاری هم نمیدم بهت. من از این میگذرم. الان میخوام با حامی فایت کنم سر همین. خیلی ترشه. مثلا واقعا بهم میگه غذا تهرانی که میخوای بذاری جلوی من اینو میزنه. اینو فقط بعضی وقتا میتونی بخوری. همیشه دلت نمیبره اینو بخوری. خیلی ترشه. بابا شیرینه، ترش نخوردی. اگه این شیرینه که خب اصلش یه خیلی ترشه. ارسطومادا وقتی که تازه با هم دیگه ازدواج میکنن، بچه‌ها ارنوپی صاحبمونه، حتی صاحب بشقاب غذامون. ارنوپی دقیقاً بچه این کانال یوتیوبمونه. اول من ها برای جفتمون ارنوپی. میدونم اول من به خدا اون که یه قاشق میخوره میره، مایم یه قاشق میخوریم میریم. البته فرق ارنوپی با بقیه شرکت‌ها اینه که اگر ایشون الان بقیه شرکت‌ها باشه و این کانال یوتیوب ما، کانال یوتیوبتون نیست. الان من اینجا از ارنوپی تعریف کردم، همون بوده یا آخر مودی. پول میخوای؟ جاکش خورش رو خریدم بخورم، چرا آبرون میره؟ من تو تاشو نباید بخوری. خورش تو برو تو خورش بریم. 250,000 تومن پول انقدر تخم ماهی دادم. خوشحالی از اشپل؟ چرا تا تهش نخوردی؟ ماهی تخم داره تو نداری. چه ربطی داره؟ یه تخمش گرون بود. 250,000 تومن پول انقدر تخم ماهی دادم. تخم تو ارزونه. تخمای من نه خیلی گرونه. غذایی که من قراره بدم به حامی یه سورپرایزه. چرا؟ چون من خودم قراره نیست انتخاب کنم. میترکم الان. نه نگران نباش، چون قراره خودم انتخاب کنم. قراره بریم پیش یکی از خفن ترین شفای ایران که نمیگم که تا ببینید سورپرایز. مامان من؟ نه مرده داداش. آها. خوبی؟ فدات شم. دارم میام پیشت شف. آره رفتم به ازداد، حامی بیشرف اناربیج داد، خیلی خوشمزه بود. آبرومو بخر. ببین چی اینجاست. این غذا تهرانیه. بله تهران قدیم. قدیم تهران این مثلا مردم سر ادیتور سفرهشون فوتیجشو میذاره. دیزاین اروپاییه. سورپرایز چیه؟ من قرار نیست غذا رو انتخاب کنم. خفن ترین شف تهران که اصلا شف تهرانی هم هست قرار انتخاب. عاشق اینا شدم. به من گفتیم غذای تهرانی، ما در تهران دیگه غذاهای تهرانی نداریم. دمی‌ها، دمی گوجه، دم پختک با تخم مرغ، اینا غذاهایی بوده که تو تهران بوده. شف من یه چیزی بگم. این پرومکس غذای تهرانیه. اب نداره بخور بباز. بخور بباز. چرا نسخه پرومکس غذای ایرانی رو درست نمی‌کنه؟ درست کردم اتفاقا. قرار اون فسنجون فیک ببازه. راجع به گیلان من خودم غیرتی هم. آقا نوکرم باش. دیدی؟ گوشوره. تیست تندیو داره. بعدش هم سالاد شیرازی اضافه شده بهش. آها شیرازی دیگه. چجوری اون چه فلجه. ریل حامی بازنده به اول فصل. ببین بهزاد صرفا یه رستوران بود ولی خفن ترین شف تهران این غذا رو درست کرده. بذار بره پایین. یکی که ادویه داری، بعدش از بینی بده بیرون، رترونیزل آروما رو داری پشت سینوست که اون آرومای ادویه‌ای پس از ماجرا شدم به قرآن ما فقط غذا رو میخوریم. شما مثل که با غذا یه کار دیگه. چقدر خوبه. بعد حالت کرمی برنج وقتی که زرده میاد داخلش. من اصطلاح داستان با غذا رو فقط شنیده بودم. چون من غذا سکشوالم. غذا رو نمیخورن، یه دور آموزش روحی. و یه سوال، این ادایی بودنش به هزینه ساختش اضافه کرده؟ به هزینه ساخت نه، ولی یک بخشی از غذا اون هنریه که اون آشپز و وقتی که میذاره دوستام زنگ میزنه میگه من یه رفیقی دارم گیلانیه میخوام کلکل کنم باهاش. من که نمیذارم که بره از جای دیگه تو رستوران من غذا بگیره. من پرچم بیجی بره. این غذام توی 28 دقیقه درست شد از زمانی که زنگ زد تا الان که رو میز شماست. ببین باختی، به خدا باختی. خودت به نمیخوری؟ من از این آشغاله بیرون نمیام. غذا تو گیلان زیاد میخوری ولی هیچ موقع این تیست رو نداره. اصلا اگه تیست اونجا رو بیاریم اینجا طرفدار نداره. ببین هیچ جای جهان این تیست رو نداره. هیچ موقع فکر نمی‌کردم این اینگریدینس بتونن همچین شاهکاری رو خلق کنن. به نظر من اون رستوران به این رستوران باخت ولی غذا نباخت.
بیج به هیچ غذایی نمیبازه در گیلان. نه به گمش کباب میبود. نه ببین حتی به اونم نه، استوری متفاوت داره. اون نعل اسب رو گفتم بهت. آره مثل اینکه توی غذا نعل اسب میندازن. داش رو دانلود کنید. شف خیلی دوست شف دارم. از این حرکت‌ها بزنم بلندشم بگم این غذا رو کی درست کرد؟ رستوران خودشه ولی بچا رستوران شف معلول فرنجی. آره بیاید وایزون. وایزون ما غذاهای فرنگی داریم، در خدمتتون هستیم. مثل ما نیستید از این چیزا. این چیزا دیگه سوپر پریمیومه. بچا اینا تو منوی بچه‌ها جز اونلی فنز. فقط طرفدار. سابسکرایب می‌کنی یا سابسکرایب می‌فروشی؟ 5000 تا ساب داره، برسه به 10 تا دیگه میخوام نود خودمو بذارم. همین ناموسم با به غذا به نظر من خیلی سوپر پرو مکسشه. ایده غذا رو اومده خیلی خفن‌تر اجرا کرده، ولی اناربیج اون اناربیج نهایی خفنه که میتونست بشه تو اون رستوران سرو نشد از نظر. این دوتا غذایی که الان خوردیم این از اون خوشمزه‌تر بود. قبول کن. آره این از اناربیج اون رستوران. آره قبول دارم ولی نه. خب من بردم الان. نه من امشب بردم. من بردم. تک تک یوتیوبرایی که اناربیج خوردن، تک تک مخاطبایی که اناربیج، خود شفت داره میگه با اناربیج مقایسهش نکن. از متانتشه. بدبخت. گاز متان بره تو دماغ. متانت. بچه‌ها اناربیج تو کامنت ها بنویسید. آقا بذار کامنت ها تصمیم بگیرم. ببین من خودم گفتم اناربیج خوبه. دیدی که جهت‌دار نگفتم ولی این میخوری داغون میشی. بخور. قطعش کن. آتیش